سلام، اینجا آرت استایله. امروز با همدیگه میشینیم به تماشای کشیدن یه نقاشی سیاه قلم. اگه شما هم جز به اون دسته از افرادی هستین که به نقاشی سیاه قلم علاقه دارین، این ویدیو رو حتما تماشا کنید. سلام دوستان، امروز میخوام یه سیاه قلم میوه براتون کار کنم به روش هاشورای نیم دایره. وسایلی که مورد نیازمونه یه مداد کنته خشک، پاکن خمیری فابر-کاستل، یه تیکه پنبه. با هاشورای نیم دایره میخوام آسترمو بذارم. اونجایی که رنگ تیره است به قلمتون فشار بیارید. سعی کنید نیم دایره هاتون رو ریز و درشت بزنید. این ابعاد. اونجایی که رنگ روشنه شلتر بزنید، کم رنگ تر بزنید. به قلمتون زیاد فشار نیارید. اونجایی که تیره تره فشار بیارید به قلمتون. با دستتون ورزش کنید، یه جا رو فشار بیارید به قلمتون، یه جا رو شلتر بذارید. اونجایی که تیره است فشار بیارید، اونجایی که روشنه شلتر، کم رنگ تر.
میوه‌هایی که روی میز قرار گرفته. میزم روش پارچه هستش، پارچه سفید. پارچه سفید و سایه هاشو خیلی ملایم بزنید، زیاد تیره نگیرید. نیم دایره هاتون رو ریز و درشت بزنید، ریز، متوسط، درشت. همه رو یک نواخت نزنید که فقط درشت باشه، لابلاش ریز و درشت اجرا کنید. من یه آسترم رو ریختم، حالا شروع میکنم یه ذره پنبه زدن روشو روتوش میکنم، ساخت و ساز میکنم. ببینی چقدر پخته تر میشه پنبه میزنی. نگاه کنید. روی نوراتون رو شلتر بزنید. ببینید تفاوت اینو با اینجا نگاه کنید. زیاد فشار به پنبه‌تون نیارید، بسیار آروم و شل بزنید روی کار. یه گرد رنگی بنشینه روی نور و برقات. بعداً با پاکن نور و برق رو خوب بازش میکنید. نور و برقاتون رو ضعیف‌تر بزنید. ببینید یه بار دیگه من روتوش میکنم. هر جایی که رنگ میخواد میذارم، تیره تر میکنم. با پاکنم آخر سر نور و برقم رو باز میکنم. سعی کنید اینجا رو دیگه روتوشش کنید، قوی ترش کنید قلمتون رو. هر جایی که زدگی داره، رنگ میخواد، رنگ بذارید. ببینید الان اینجا انگورا تموم شد. بعد بخوام نور و برق باز بکنم، اینجا 2 تا برق شدید داره، نگاه کنید. ببینید یواش بذارید روش بردارید. این 2 تا برق ببینید چقدر شدت گرفت. یه ذره اینجا نور، این برق، این نوره. ببین نور باز کرد. کافیه. اونا دیگه تیره تره، این پایینی ها تیره تره. تیره میرم به سمت روشنایی، روشن‌تر. اینجا رو نگاه کنید، برق شدید. اگه لکی هم دیدید با نوک پاکنتون یواش بذارید روش بردارید.
لک‌ها رو نگاه کنید، یه نقطه که بذارید برداشته میشه. میبینید برق رو باز کردم، دورش نور. جا نور باز میکنه. لکه‌های کارتون رو نوک پاکونتون اینطوری تیزش کنید، یواش بذارید روی سطح کارتون، روی فقط لکه ها بذارید، بردارید، بذارید و بردارید، یواش نقطه نقطه بزنید، جمع میشه. توی نور و برق باز کردن هم افراط نکنید، ریز بذارید، یواش با نوک پاکونتون تیزش کنید، برقای ریز ریز، بعضی جایی که برق میزنه برق بندازید. نور و برق پارچه رو باز میکنم، ببینید اگه این ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود حتما اونو لایک کنید. برامون حتما کامنت بذارین. لایک و کامنت شما باعث میشه که الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو در معرض دید افراد بیشتری که مثل شما دوست دارن این سبک ویدیوها رو تماشا کنن قرار بده. اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنید که آموزش بعدی رو از دست ندین. اگر هم زنگوله رو فشار بدین به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع میشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.